یکی از عرفا میگوید بت پرستی بود. یک شب مشکلی داشت، آمد در کنار بت خود صنم میگفت. از اول شب شروع کرد پیش بت یا صنم یا صنم یا صنم. از ابتدای شب تا انتهای شب وقت سحر، وقتی است که خواجه انصار میگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنن. لحظات سحر لحظه است که الله سبحانه و تعالی بلا کیف با آسمان دنیا نزول می کند. میگه ای بندگان من چی میخواهید؟ قدرت میخواهید که برای شما بدهم، ثروت میخواهید که برای شما بدهم، عزت میخواهید که برای شما بدهم، عفو و بخشش میخواهید که قلم عفو را بر گناهان شما بکشم. ولی انسان این لحظات سحر را چقدر فراموش کرده است. و بالاسحار هم یستغفرون. این بت پرست تا نیمه های شب و تا به سحر میگفت یا صنم. لحظاتی که تکرار کرد گفتی یا صنم یا صنم یا صنم، لحظه سحر زبانش خطا خورد گفت یا صمد. ذات اقدس الهی گفت جان چی میخوای؟ همه صنمهای تو را به صمد قبول کردم. یک بار اشتباه گفت یا صمد، الله او را پذیرفت. خداوند تمام مشکلاتش را آسان کرد. من و تو که تمام عمر میگیم اهدنا الصراط المستقیم، به تمام عمر میگیم ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. کریمی سمیعی بصیری و خبیری و تو لیاقت عبادت و پرستش را داری. آیا الله چقدر من و تو را دوست خواهد داشت؟ این دوستی الله هست، این محبت الله هست.